بریم با 10 تا از بهترین چراغ بغلایی که میتونید واسه کامیونتون استفاده کنید و بعدش هم بنزینشون توی آب. شماره 10 چراغ واگن دور نئون. رنگ بندی داره، ابعاد 4x11 و کاملا ضد آب. بریم واسه تستش. شماره 9 تعلق میگیره به چراغ بیزی طرح آسپوک که اکثرا بغل تانکرها دیدیم. اینم باز ضد آبه، پشتش لایه پلاستیک داره و کابل ضخیم. هشتمین چراغی که میخوام بهتون معرفی کنم چراغ فلشیه که هم رفلکتور داره هم پشتش کاملا ضد آب شده. اینم از نوردهیش و ضد آب بودنش. هفتمین چراغ بیزی دور نئون 2 کنتاک، هم وسطش روشن میشه هم دورش. اینم از وسطش که برای راهنما استفاده میکنن و همچنین وسط کار از رفلکتور استفاده شده. اینم از اثر ضد آبش. ششمین چراغ 3 SMD طرح 202 کاملا ضد آب با ابعاد حدودی 6x3 سانت. شماره 5 چراغ 24 SMD 12 لنز. پشت هر کدوم از این لنز ها 2 تا SMD قدرتمند قرار گرفته. این از نورش با ابعاد 5x10 نور فوق العاده خوب و رضایت بخشی رو به ما میده و این هم از تست ضد آبش. شماره 4 میرسه به چراغ 2 SMD پیچ مخفی. این چراغ ابعاد حدودی 3x4 داره و سوخت و ساز فوق العاده کمی هم داره. این از تستش و همچنین بگم جاگیریش روی بادگیر هم فوق العاده راحت. چراغ دیسکاوری دور نئون 2 کنتاک که هم به عنوان چراغ کوچیک و هم به عنوان راهنما میشه ازش استفاده کرد. با ابعاد حدودی 5x10 سانتی متر کاملا ضد آب و یه حسن دیگه ای داره نسبت به چراغ دیگه، این که پیچ سرخوده. شماره 2 چراغ انگشتی 9 SMD که یکی از بهترین نورها رو به ما ارائه میده و همچنین جاگیری فوق العاده راحتی داره. کاملا ضد آب، هم نسخه 12 ولت داره هم 24 ولت. بهترین و پرفروشترین و با کیفیت ترین چراغی که تا الان تولید شده. چراغ 202 12 SMD بهترین جاگیری رو تو همه چراغایی که تا الان برای بغل کامیون و تریلی تولید شده رو به خودش اختصاص داده. برای همینه که به این میگیم رتبه 1 چراغای بغل. هم ضد آبه، هم کیفیت فوق العاده ای داره، هم برندهای مختلفش تو بازار موجوده. 12 24 ولت موجوده و همچنین پلیسی و ثابت.